لا 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 لا. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. سلام دوستان، امروز من با شما تورت ناپلیون تیار میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای تورت ما استکان آرد لازم است. 2 استکان آرد رو گرفتیم. کم ترکک نمک همراه میکنیم و 400 گرم مارگارین یا سلیقه نفلرو از یورکا یا که تروشک میگذارونیم. همه‌اش رو منخیل آمیخته میکنیم. دو دانه تخم رو همراه میکنیم. دو دانه تخم، نیم استکان آب خنک و یک قاشق اکسوس 9% همراه میکنیم. و همه‌اش رو آمیخته میکنیم. یک قاشق نان قدر پر اکسوس همراه میکنیم. خمیرمون تیار شد. خمیر رو در یخچال میگذاریم در خلادیمیک و کریمش رو تیار میکنیم. همش که با هم آمیخته شد، خمیر تیار شد. خمیر رو در یخچال میگذاریم تا کریم تیار کردن. برای کریم ما 2 دانه تخم، 6 رشته شکر، 5 لاشه شکر میاندازیم تا اینکه اونقدر شیرین. اگر شما خواهید که شیرین شود و حتی شیرینی را دوست دارید 6 قاشق اندازید. من باشم 5 قاشق انداختم. در اینجا 3 قاشق آرد. همش رو میکنیم. آرد تخم شکر شیرانی در اینجا 500 میلی لیتر شیر است، یعنی که نیم لیتر.
خیلی از آلو گرفتم. اکنون میمونیم نوک شود. خمیر رو از زیرین گرفتم. بپسیم خوشتو میکنیم. در اینجا کریم خنک شد. اکنون ما بایش رو با پاکت شونده می‌بینیم. چقدر که می‌بینید همه قبط‌های تورت رو پخته گرفتم. در اینجا 8 قبط شد تورت ما. به حضر سالی که از جوی برد اومد. خیلی بامزه می شود. من از این رسیپت چندین سال‌ها شد که میکنم، تیار میکنم. برای همین باوری دارم که خیلی با لذت میباید. من گردهایش را خیلی پخته گرفتم. اکنون کریمش رو دومش رو تیار میکنیم. دومی کریممون رو сливочное масло و скошенное молоко رو лад میزنیم و آهسته کریممون رو کریم заварной رو با کریم تیار کرده آمیخته میکنیم. گردهایش رو اکنون خشک میکنیم. دیزه بایم آماده شد و تورت خیلی با لذتی ما آجیل سالت سیزر میکنیم. در اینجا باشد گوشتی مرغ رو میگیر کنیم. گوشتی مرغ رو شریف کرده گرفتیم. در اینجا باشد آجیل باز نان رو سخارید میکنیم. من نان رو در اینجا 4 کنجه майда ریزه کردم، نه اونقدر майда. میونه بزیر приправа میکنیم و так раван انداخته پاک میکنیم.
помидор резаный, примерно салат Цезарь. После хел помидор бамоло зимна буд. Лекин сара манам хел аз магазинам хел помидор оварда. Акнун резаный оборот. نون خالی کردیم کاپوست رو الان میخوایم کنده کنده یک جوری میکنیم بعد محصولاتمون میریزیم اکنون مایونز همراه میکنیم با سالاتمون میکنید چقدر شد باز اگر در کار باشد ایلابه میکنیم لیکن بسیار روزی نیست برای سالات همش رو نزدیک آمیخته میکنیم. اکنون در رویش سیر رو اتیوپی میگذارونیم. این سالاتیمون تیار شد. یک سالاتمون La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. لا 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 لا، 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا. ترتيب عجيب. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي